همین دیاره که در اونجا نادان عزیزه، دیاره که غرور و تکبر دارن، لعنت به او دیار میگن. واقعیت داره به خدا قسم. همین چیزی که وابسته به شریعت، اگر عالم شرعی که جوابش نگه، دیده که شعر دیگه جواب گفته نمیتونه. نه یوریست جوابش میگه، نه دکتر دیگه جوابش میگه، نه پروفسور. یک شخص نزد حضرت امام شافعی میآید، یک خرمو در دهنش، این یک خرمو در دهنش. حضرت یک سوال دارم، یا مسئله خونه بود، میگم خرمو را دهنت بگه یعنی با جواب بود. او میگه من همین را گرفته نمیتونم دارم، مشکل دهانی است. میرا بینه مشکل در همی است. انا امو آدمی که وردیانش زنه کنه، همون که سوال دارم و میگه چی مشکله؟ میگه همین خرمو را دادم، همین تمونده بودم که شوهرم گفت که اگر به شرط بخریش 3 طلاق، اگر ای دهنت ببریشم 3 طلاق. چیکار کنم؟ اینا را کی جواب میگه تو دام خدا؟ اینا همه همین انجینیر، همه همین مکانیک، همه را جمع کرده بیاره خدمتش جواب میگه. میگه ملوگی علم نیست. آقا ملوگی علم نیست. نه که اسلام علم ای کو، او ملو عالم ای کو، عالم دین ای کو، ملو مسائل شرعی را بیان میکنه، پس ملو یوریست ای کو، ملو قرآن تعلیمت میته، حدیث تعلیمت میته، پس معلوم میشه که اون ملو یک معلم ای کو. عجیب ده. تو حاضر در همین کلامو گرفته. هم ملوهای پیش میرفتن روز تو بگره دراو میکردن، مهنت حلال خیچونا میخوردن. این ملوهای حاضره چی؟ یک یقینه ملوی که میرود در صحرا دراو میکنه، نوبتی پودا میکنه، بخدا قسم اون ملو نیست، اون نیمچه ملو است. ها بچه هم یه روز کار کرد دیگه کتاب در دست قپیده نمیتونی. او بیچاره که برود دراو کنه و کش کنه، اگه جو کتاب میبینه و کتاب میخونه، برای یه مسئله که یفتن 10-15 کتاب مگرم بکوی و جستجو کنی و 4 روز صرف میشود. برای همین گپوی جاهلانه را ایسر بپرتوی بچه ها. بای حضرت میگه که همون یکی در دهان تای نیموش همون را بخور، ایش که طرفی بیرنه ایشا پرتو، اینا خوردن مطلق میشود، خوردن کامل میشود، نه پرتوفتن کامل طلاق واقع نمیشود. سبحان الله. این همچنین مسئله را که حل میکنه آقای